نقاشی با حروف ت 2 نقطه را میکشیم و بعد تبدیلش میکنیم به یه نقاشی قشنگ که به این نقاشی میگن خلاقیت. پس 2 تا ت 2 نقطه میکشیم و بعد تبدیلش میکنیم به، اگه گفتین، خب اول از همه یه دونه نیم دایره کوچیک میکشیم، بعد یه دونه نیم دایره متوسط و یه دونه نیم دایره بزرگتر. من الان لو نمیدم، میخوام ببینم شما حدستون درسته یا نه، ببینم شبیه چی شد، چه نقاشی کشیدیم. یه لبخند خوشگلم برای نقاشیمون میکشیم و داخل چشماشو رنگ میکنیم. خب فکر کنم دیگه مشخصه که داره تبدیل به چی میشه. دسته کیفمونم میکشیم به صورت خط منحنی. من لو دادم بچه ها. بله، کیف کشیدیم. ببینید چقدر قشنگ شد. حالا بعدی تبدیلش میکنیم به، اگه گفتین، یه دونه نیم دایره دیگه هم میکشیم، کوچیک و بزرگ، و بعد خطهای منحنی کار میکنیم روبروی هم دیگه. 2 تا خط به هم دیگه وصلشون میکنیم و 2 تا خط دیگه هم میکشیم. 2 تا دایره برای چراغای ماشین. بله درسته، برای ماشینمون چراغ کشیدیم و با 2 نقطه یه ماشین خوشگل کشیدیم و اینجا هم داخل چشماشو رنگ میکنیم. چقدر قشنگ شد بچه. برو کنار که ماشین داره میاد. 2 تا دایره هم برای تایر ماشین میکشیم چون قراره ما رو ببره مسافرت، کلی به همون خوش بگذره. بعد از طراحی کردن نقاشیمون میریم سراغ رنگامیزی. حتما بچه ها رنگامیزی کنید و از نقاشی کردن لذت ببرید. دوستتون دارم.